نمیخوای ماشینت واشر بزنه، با من همراه باشین ویدیو رو قشنگ گوش کن و ماشینت به هیچ عنوان واشر نزنه. 1 2 3 4 تا پیچ، 4 تا پیچو که باز کردی اینو از هم دیگه جدا میکنی. ببین قشنگ مشخصه. اینو از هم دیگه جدا میکنی، یه دونه اورینگ دورشه. اورینگو باز بعدن میذاری سر جای خودش. یه دونه رینگ ماشین مال نیسان میذاری و اورینگو میذاری سر جا خودش و بعد پیچا رو میبندی. دیگه این نمیچرخه. ماشین دور تند کار میکنه. الان هم که هوا گرمه. بعدش میاد این. ببین 1 2 3 4 تا سوراخ داره که جای پیچه. اینا رو میذاری سر اینجا به این شکل. پیچاشو میبندی. بعد اینو به فولیه که به موتور متصله به اونجا میبندی و این تاریخشون میگذره. درز داشت باید تعویزش کنی. تعویز نکنی دقیقاً به این شکل میشکنه و هزینه میده رو دستت. این که یک سره کردی این سفت میشه، ولی اگه بخوای بدونی که این کار میکنه کار نمیکنه، این نباید لقی داشته باشه. اینو به این قشنگی باز میکنی. این یک. پیچو به این قشنگی باز میکنی. اینو باز کردی. نه آخه پیچ. ببین مراقب باش این اورینگ نیفته. این اورینگ رو باز دقیقاً بذاری سر جای خودش. چون من اینو قبلا یک سرش کرده بودم، فقط به خاطر اینکه شما ببینین اینو دوباره گذاشتم. اینو میذاری، اینو بذاری، این دیگه فر نمیخوره. باز دوباره اینو میذاری سر جا خودش. شیکو مجلسی. اینو حواستون بهش باشه. یه طرفش نازکه، یه طرفش، اینم یه طرفش بزرگه، یه طرفش نازکه. این یه طرف کوچیکه باید برای این باشه، این یه طرف کوچیکه هم باید برای این بزرگه باشه. این کوچیک برای این بزرگ، این کوچیک برای این بزرگ. اورینگمون نیفته که افتاد. بعد دوباره اینو باید دقیقاً مراقب باشیم که اینو بذاریم سر جا خودش داداش من، که بعداً مشکلی که پیش نیاد. این چطور است؟ دوباره اینو قشنگ سیف می‌کنم. بعد این قسمت ببین دقیقاً باید بیاد داخل اینجا. به این شکل. این 1 2 3 4 1 2 3 4 پیچا رو میبندی. تمام.